با شکرگزاری از این وطن آباد و آزاد برنامه نوبتی محفل ادیبان جوان پیشنهاد شما می‌گردد. سلام و درود بینندگان عزیز، هواداران برنامه‌های تلویزیونی سوخت. مهمان برنامه ما هستند ادبیاتشناس استاد عزیز سبحانی اعظمزاد و قهرمان برنامه ادیب جوان مدینه کنجی‌یوا. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه و در آغاز برنامه از رهبر محفل مهرآور می‌خواهیم بفهمیم که در برنامه قبلی در نزد ادیبان جوان چی وظیفه گذاشته شده بود. فکر کن برنامه هم زیباترین پاسخ فریست جز محبت دانشت را هم معین میکنی. خب در برنامه قبلی ما با شرط گذاشته بودیم که با استفاده از واژه دانش دلخواه مثلا شعرشون بنویسند و حالا چند نفر از ادیبان ما با استفاده از این کلمه شعرها نوشتند و ما گوش میکنیم. از آمینه خان خواهش میکنیم تا شعری که با استفاده واژه دانش نوشتند پیشکشی ما کنند. سلام و درودی به پایان به کل تماشابینان تلویزیونی ولایت سوخت. رجب زاده آمینه هستم، عضو محفل ادیبان جوان. پیام می رسد بر ما ز دانش، چراغ ذهن و هوش ماست دانش. چو دانش هست نور بر ره ما، به مشکل راهگشای ماست دانش. بود دانش کلید گنج های که هستند دور و مکنون بی بهای. نیابی گوهر مانند دانش، بکن در جستجویش سعی و کوشش. تشکر زیاد. کنجی‌یوا مدینه غالب جانونا 21 دکبر سال 2004 در دهه بابوچک ناحیه دیوشتیچ به دنیا آمده است. تحصیل ابتدایی را در همین دهه آغاز نموده، سال 2015 همراه عائله به دهه دشتیکان کوچیده است. حالا دانشجوی کورس سیوم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفورов و کارمند مؤسسه دولتی مرکز علمی کمال خوجندی می باشد. از زمان مکتبخوانی به خواندن و مطالعه نمودن کتاب‌های درسی و بدیعی شوق و رغبت زیاد داشته، در یک قطار آزمون‌ها از جمله آزمون فروغ سپیدانوی کتاب است، آزمون‌های کمالخوانی، ترسونزاده‌خوانی، لایق‌خوانی فعالانه شرکت ورزیده است. نمونه‌های ایجادیاتش در مجله‌ها و روزنامه‌های ناحیوی، ولایتی، جمهوری همچنین در مطبوعات‌های دوره بیرون از کشور نشر گردیده است. سال 2024 در آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است از روی ایجاد نظم اشتراک نموده مقام افتخاری و سال 2025 در آزمون وصف جوانی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیده سزاوار جای دوم گشته است. اعضای فعالی محفل ادیبان جوان است. صحبت ما با قهرمان برنامه ادیب جوان مدینه کنجی‌یوا آغاز می‌یابد. خب نخستین سوال این است که مدینه در مسیر ادبیات همچون شاعر جوان از کی بیشتر مدد می‌جوید، از کی بیشتر نصیحت می‌گیرید؟ دوباره به دنیا سلام میگویم، به آفتاب و به دریا سلام میگویم. دلم چو حجت سرخ بهار پیش شماست، به مهر آن گل مینا سلام میگویم. با همین مصرع‌های زیبای استاد فرزانه درود احترام خود را به یکایک شمایان میرسانم. استادان ارجمند، دوستداران علم و ادب و بینندگان همیشگی برنامه‌های تلویزیونی سوخت. مدینه کنجی‌یوا هستم، دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov در رشته سخنشناسی، همچنین عضو محفل ادیبان جوان. به علم و دانش، به شعرنویسی شوق و رغبت زیاد دارم و با تخلص نازنین شعر میگویم. در مسیر ادبیات در جاده شاعری به کی بیشتر تکیه میکنید؟ کی به شما بیشتر کمک میکند؟ در مسیر ادبیات همچون شاعر نوراه بیشتر به استادان و شخصان تکیه می نمایم که هم در زندگی هم در ایجاد موفق هستند، زبان و شیوه شعرگویی را خوب می شناسند و این چنین با خواندن آثار ادیبان معاصر کلاسیک نیز مشغول می شوم که این نیز برای من یک مکتب بزرگ است. خب برای هدفرس بودن شعر شاعر یا سخن چی مهم است؟ تشکر زیاد. برای هدفرس بودن شعر پیش از همه صمیمیت مهم است. شعر همیشه به دل انسان تاثیر می رساند. وقتی که ما شعر می گوییم، شعری که از دل می براید همیشه به دل می رسد.
در وقتی که هر نفری که شعر می نویسد، یکی در شعر محبت را جستجو می کند، یکی درد را و دیگری باشد امید و شادی را. از همین لحاظ من نیز کوشش می نمایم که شعر من به هر دل راه یابد و با هر دل صحبت نماید. تشکر. خب در ایجادیات خود کدام مفهوم ها را بیشتر ترنم میکنید و به چه خاطر؟ میدان این دنیا بدون عشق زیبا نیست، گر خوب و زیبا هم شود جای تماشا نیست. ای دوست نیکو محضری و خوب میفهمی، به عشق باغ زندگی را هیچ معنا نیست. در شعرهایم بیشتر موضوعهای عشق و محبت را جای دادم و به محبت بیشتر اهمیت می دهم. برای من محبت این نازکترین ولی پرقوتترین احساس انسان است. شعر من کوشش است برای بیان کردن همین احساس. کوشش میکنم که شعرهایم به دل خوانندگان راه یابد. خب حالا فرصتی اون رسید که از ایجادیات خود بهر ما بهر بینندگان چند نمونه پیشنهاد کنید برام. منم ز جمعیت دختران استقلال، ز خاندان برازندشان استقلال. بهار فیض و نشاطم که فکر کوچم نیست، ز شاخه های درخت جوان استقلال. شبیه شهپرک عشق خیش مختارم، به هر کجا بروم با نشان استقلال. کنار سفره‌مان سایه ها هماغوشند، تنور مادرمان سیر نان استقلال. من آمدم که شوم ترجمان بیاموزم، برای مردم عالم زبان استقلال. دعای راه ز امواج آبشار بگیر، ز جیب وقت کلید برار کار بگیر. شبیه طفل که دامان مادرش گیرد، همیشه سخت ز دامان اقتدار بگیر. به هر کجا بروی ترجمان گلها باش، برای قید نظر دفتر بهار بگیر. و فیلم مستند بخت را تهیه نما، تپیدن دل خرسند را نوار بگیر. اگر ز شادی دل با خبر شدن خواهی، کنار آرزوهایت برو قرار بگیر. همیشه رهنمای من چراغ بامداد تو، دل کشاد و سادم خزینه مراد تو. ز دست یأس بی بدل، ز شست حسرت و مغل، نجات می دهد مرا محبت زیاد تو. درخت باغ آرزو شدم که خانه کردند، به شاخه های سبز من پرنده های یاد تو. اجازتم بده شوم بهار سبز منزلت، به باغ اعتقاد تو، به باغ اعتماد تو. در انتهای این غزل به یک قرار آمدم، دقیقه کنم سکوت بهر زنده باد تو. باورت شاید نآید همدم مغرور من، هر کجا گر عشق میگویم توی منظور من. گفته بودم باز میگویم که تا دارم تو را، خنده میرقصد درون خانه پرنور من. هدیه بسیار لازم نیست خوشبختی بیار، بر دل اندوهگین و حالت ناجور من. بخت تا آغوش بکشاید به سویم هر سحر، با دعا یادم نماید مادر رهدور من. خنده را بر خویش عادت می دهم مانند گل، تا نباشد ناامید اصلا بهشت حور من. من تو را از هستیم بسیارتر دل بستم، باورت شاید نآید همدم مغرور من. تشکر زیاد. صحبت ما با شما در روند برنامه ادامه می‌یابد و یادرس میشم که محفل ادیبان جوان دامی چند سال میشود که در نزد ریاست کار با جوانان و ورزشی ولایت سوخت عمل میکند و حالا از رهبر محفل میخواهیم بشنویم که نقش این محفل در معرفی ادیبان جوان چگونه است. خب چگونه که در برنامه‌های قبلی هم گفتیم و باز تکرار هم میگوییم، محفل ادیبان جوان یک منبر است که برای ادیبان جوان، برای اونهایی که نو مثلا شروع میکنند، شرایط فراهم می‌آورد تا با استادان مثلا شعرهاشون رو بررسی کنند و شعرهای خودشون رو معرفی کنند. در محفل ادیبان جوان نه تنها مثلا اون نفرانی که به نوشتن شعر و به نوشتن حکایه و دیگر مثلا موادهای ژانر نثر سر و کار دارند، در محفل ادیبان جوان بیشتر اونهایی که
به آزمون فروغ صبح دانایی نیز سر و کار دارند، آنها نیز جلب گردیدند و من فکر میکنم که چون محیط ادبی است، محیط فرهنگی است، این میتواند از همدیگر اینها برای خودشون چیزهای لازمه می آموزند، مثلا برای خودشون چیز میگن اندیشه های خودشون آب و رنگ میتین و چندین نفر از اعضایان محفل ما غالب آزمون فروغ صبح دانایی گردیدند و دیگر هوسمندکنی های محفل ما دارد که مثلا از طرف ریاست کار با جوانان و ورزشی ولایت سرپرستی می شود و این فکر میکنم که برای بالیده روحی و برای مثلا دلگرمی ادیبان جوان باز هم یک سهم خاصی خودش میرسوند و حالا من فکر میکنم که در محفل ما ادیبانی هستند که الکی در رشته انتخاب کرده خودشون موفق هم هستند و اینجا حالا یک نفر که با نویسندگی سر و کار دارند، فریدون شاه عبداللهیف، و از اون نفر خواهش میکنیم تا چند موادی عموما یگان حکایه و یک چیزی نوشته توضیح خودشون برای ما بخوانند. میخوام یک حکایه به سمع شما رسانم با نام نگرانی که به یکی از موضوعهای داغ روز در جامعه نگرانیده شده است. نگرانی. بگاه قدم زنان از کارگاه سوی خانه روانم. آفتاب غروب کرده پرده شب آهسته آهسته عالم را میپوشاند. شفشوب روای نقلیات ها نمیگذاشت به چیز دقیق فکر کرد. به خیالهای پراکنده پیش میرفتم. با راهگذران شنا سلام داده و با دوستان احوال پرسی کنان. از دور زن نمایان شده می اومد. در دست ارو بچه. این زن را قدر می شناسم. بیچاره فرزندش بیمار است. یقینا که در عرابه او را می آورد. برای این زنی تنها دشوار است فرزند بزرگ کردن. از چی باشد که روزگار بالای درد و رنج تنهایی فرزندی دردمند به او داده. با این وجود می کوشد، کار می کند، روزگار پیش می برد. تصور کرده نمی توان که در این میان چه رنج های می کشد. یک روز در جای کار، روز دیگر در بیمارخانه. خوش به حال کارفرما که حالت او را می فهمد و می گذارد که با همه نارسایی ها هم باشد کار کند. چرا نفهمد آخر؟ همه فرزندش را دوست می دارد و برای او زندگی می کند. یگانه آرزو و آمال هر انسان بیگمان تندرستی و بخت و اقبال جگربندانش است. چه خوش حالتی است که به خانه می آیی و کودکانت با جهان شادی استقبالت می گیرند، با آغوشت می جهند، اطرافت پروانه می شوند. خاصه سوغای شیرینی برایشان بیاوری، از شادی گلگل می شکوفند و لحظه کنار در باز خانه را ایستاده و می گویی معنای زندگی همین است. اما این مادر از این شادی بی‌نصیب است، عاجز است، دستنگر است، به حالش رحم کس می آید. شاید همه خیال او در همه جا به کودکش بند است. تا رفت به هم نزدیک می شویم. او آگاه است که می دانم فرزندش بیمار است و از این رو به سوی ارو بچه‌اش نگاه کردن را به خود روا نمی بینم. زن می رنجد، نگاه را به سوی کودکش به خود توهین می داند. شاید در اصل چنین نباشد. من این گونه می اندیشم. از پهلوی هم به سر و صدا گذشتیم. دورتر می شدم و او نه. مبادا حادثه با رخ داد. در جای ایستاده و به قفا نگریستم. زن با پسر بچه به گمان خواننده مکتب صنف 1 و 2 مشغول صحبت است. چون فصل زمستان است و روز کوتاه، کودک این وقتی در سر راه است. در اینجا چیکار میکنی؟ از کودک پرسید زن. ماشین را من کردم نایستاد. با صدای لرزان و گریه‌آلود جواب داد پسرک. زن باز پرسید به کدام مارشروتکا به خانه می روی؟ با فلان به زن گفت کودک. نداشت می. حاضر ایستا. من ماشین را داشته تو را سوار کرده می فرستم. این مشروطکا چی ها؟ کودک میده گفته نمی گیرند. برای دو آدم اون طرفتر شده تیز هی کرده یکی را پرتافته می روند. براه که برآمدی نانت را حلال کرده خور. این چه خیل کار؟ خواهد یک مسافر را می گیرد و دیگرش را نه. تیز هی کنیشان را نگو. در داخل شهر از بالا این راننده ها شکایت کردن نکن. کنارتر ماجرا را مشاهده می کردم. حسودی هم گل کرد. چرا حالت آن کودک را نادیده گذاشتم؟ 2-3 نقلیات دیگر با همین منوال به صورت بلند گذشته رفتند. در حیرت میمونی که چرا به دست افشانی های زن اعتبار ندادند. در این راه شهر 3 یا 4 خط سیر نقلیات مسافربر روا دارند. بیگمان میونی هم در گرفتن مسافران رقابت دارند. رقابت ناعادلانه. بارها شاهد خرخشه بین رانندگان خط سیرها شده ایم. از سبب در رقابت بودن آنها در کوچه مانده از پسشان سخنهای نمکین گفته ایم. به موجب تیز راندنشان در داخل نقلیات به تهلکه افتاده ایم.
به علت بدنفسیشان در میان تلپه آدم‌ها نفسگیر شده ایم. از باعث در آمدنشان از کار دیر مانده ایم. اما چی کنیم که به نقلیات جمعیتی کار مردم عادی پیش نمی رود. هر لحظه لازممان می آیند. ولی سخنهایی که چند پیش زن گفت جان دارد. راننده ها بعضی با کودکان خردسال مکتبخوان دغل رفتارند. کوشش می کنند که آنها را سوار نکنند یا سوار کنند هم تحقیرآمیز. کنی اول تنگه ها را دراز کنید میگویند. سبقت و مسافرها را کنار جاده نگرفته رفتن و با سرعت بلند راندن و بر حرکت نقلیات رقیبان مانع ایجاد ساختن و بینظارتی از بالای آنها آدمان را دلگیر هم کرده است. هنوز زن نزد پسر بچه است. چه خوب شد که او را دید، وگرنه تا آخرین گذشت نقلیات های مسافر بر کودک بیچاره آنجا افسرده و مضطرب در دامان ظلمات میماند. بیگمان داشتن مشکلات روزگار مبارزه برای حیات زن آب و تاب یافته قوی شده است و بر رویدادهای اطراف و جامعه بی‌تفاوت نیست. میخواهم با ماجرا همراه شوم، کاسه صبرم لبریز می شود. همین زمان نقلیات مسافر بری دیگری نمایان شد. زن سر راه آن قرار گرفت. راننده ناعلاج ماشین را نگاه داشته به پرخاشگری درآمد. خاله، از جانت سیر شدی، چرا روی راه میبروی؟ چرا ماشین را نگاه نمیداری؟ ببخشید، عرابتان نمیگنجد. شما ببخشید، عرابه من به ماشین سوار شدنی نیست. این پسر بچه سوار می شود. کنی سلمان جان سوار شد. پسر بچه زود سوار شد. از ماشین فرامده راست به خانه اتان رفت. مادرت خواطر شدگی است. راننده کرخت و لال نگاه میکرد. سخنان زن او را به خود آورد. انا این راهگیرایش، کودکان را در راه پرتافته نروید. نقلیات مسافربر از نظرها دور و ناپدید شد. تشکر زیاد فریدون شو. میگن که هر کی سخن رو با سخن ضم کند قطره از خون دلش کم کند و با برای یک پیشنهاد یک حکایه به شما اظهار سپاس میکنیم. صحبت خود رو با قهرمان برنامه مدینه کنجایو ادامه میدهیم. خب مدینه، من اینجا یک بیت میارم و از شما خواهش میکنیم که پیام این بیت رو به بینندگان شهر دهید. راضی هستید؟ خب راضی. بیت چنین است: زین چمن برگ گل نیست نگرداند رنگ، با خبر باش که امروزی تو فردا دارد. به نظرم پیام بیت این است که هیچ چیز در زندگی پابرجا نیست. هر لحظه و هر ثانیه که هست در حال حرکت و تغییر است. ما باید درک نماییم که هر عمل و رفتار و هر گفتارمان تأثیر خود را به آینده میرساند. از این رو ما را ضرور است که هر لحظه زندگانی خیش را با هوشیاری، با احتیاط و با صمیمیت و با شکرگزاری گذرانیم. تشکر زیاد. خب میگن که شعر عالم احساس است. شما چی نظر دارید؟ به نظر من شعر سخنی است که عقل گفته نمیتواند ولی دل احساس میکند. شعر گاه اشک، گاه تبسم، گاه ندای تنهایی و گاه صدای محبت است. شعر را برای خود همیشه همچون یک فرصت میبینم برای گفتن، برای شنیدن و برای رسانیدن آنچه که باطن میخواهد بیان کند. سلام باشید. تشکر. خب فرصت این رسید که باز چند نمونه از ایجاد شما بشنویم و بعدا نظر و اندیشه های استاد عزیز سپانی اعظمداد وابسته به شعر و شاعری شما شنیده میشه. نخستین منزلم با توست، با توست، همه آب و گلم با توست، با توست، دل غمائلم با توست، با توست، خودم دورم دلم با توست، با توست، میان ما تل و راه زیاد است، به قلبم حسرت و آه زیاد است. بروی خاک پاکت لختکم ماند، سکوت نقش های پاچکم ماند، پی دستان نرم و کوچکم ماند، به دیوار پدر جا جا حکم ماند، غمم در گوشه قلب پدر ماند، پدر از پشت من با چشم تر ماند. محبت عاقبت ما را جدا کرد، صداقت سبز شد کم رفت و آ کرد، بلاغت با سعادت آشنا کرد، سعادت سوی خود من را صدا کرد، به سوی بخت مثل باد رفتم، گه شادان و گه ناشاد رفتم، کتاب آرزو را خوانده رفتم، تو را با کودکیم مانده رفتم، به دل غمهای نو سبزانده رفتم، تو را چون ابرها گریانده رفتم، تو ماندی و فراق و مادر من و عشق و مراد و همسر من. دل لبریز دردم خوب گردد،
خیال خشک و سردم خوب گردد، رخ پژمرده زردم خوب گردد، پسویت باز گردم خوب گردد، کشای بحر من آغوش دهه، شوم از بوی تو مدهوش دهه. تو از بهار سخن میکنی بهار منم، بهاری سبزتر از صحن ارچزار منم، یکی ز پنجه یادت نفکنی ناخواست، کسی که برده تو را سمت اقتدار منم. مرو به جانب شهر دو روزه یارانت، در این زمانه تو را یار ماندگار منم. همیشه با دیگران شادیت کنی تقسیم، ز قلب غم زدت لیک غم برار منم. ستم مکن به دلم هیچگاه آگاهی است، که بحر خالق یکتا خبرنگار منم. براه عهد و وفا نازنین به نام خدا، زنم نه مردترین مرد این دیار منم. تا آن دمی که قلب مکان محبت است، اخلاص و حس باوری از روی عادت است. بر خوان آب دیده من سر بزن کمی، زیرا برونمایی مهری تو فرصت است. دوران پرسکوت شب تار هم گذشت، حالا برای خنده خورشید نوبت است. در کوچه بهار دلم میزنی قدم، به اعتنا مباش که هنگام عشرت است. پروانه سوی شمع نگاه نموده گفت، دیدار گرم کلچه رویت غنیمت است. ای نازنین شبیه غزل ناب و تازه‌ای، بشنو صدای آینه صحبت حقیقت است. میدان این دنیا بدون عشق زیبا نیست، یعنی بدون عشق دنیا می رود تا نیست. ای دوست نیکو محضری و خوب میفهمی، به عشق باغ زندگی جای تماشا نیست. مهتاب به خورشید چیزی نیست غیر از خاک، آدم بدون عشق آدم هست اما نیست. بر قصه دلدادگان باور نمی کردم، حالا دقیقاً عشق من هم کم ز لیلا نیست. باید همه در پیشتاق سینه حق سازیم، به اعتنایی به وفایی پیشه ما نیست. دستم بگیر و تا مسیر شادمانی بر، اشکی که میریزیم امروز است و فردا نیست. ای اهل محفل از چه خاموشی در اینجا، بر ما مگر در بینتان هم فکر آیا نیست؟ حالا با تمام گوش و هوش شما رو میشنویم. من اصلا کوشش میکنم نظری خوب ما به خاطر آینده این دوستان جوانم ابراز کرده باشم یا اظهار کرده باشم. خب چرا که این یک کاری ثواب است اصلا، که در همین سن سال نظری خوب باید به ایجاد جوانان باید داشت. البته جوانان در مرحله اولی جست و خیز، مرحله اولی جنب و جوش شاعری قرار دارند، این جایی شبهه نداره. خواه ناخواه حالی تجربه های بسیاری برای اینها ضرور است و همین تجربه هاست که بر اینها ماننده است، میماند. یعنی خب به تجربه که خیلی این یک چیزی حقیقتی مسلم است که به تجربه، به آموزش، به بهره‌مندی نمی شود در هر راه هم نباشد استوار بود یا پیش رفت. خب معمولا شعر یک دنیایی است. همین شعر متخصصان اهل تحقیق شعرشناسان بران نظرند که همین شعر تعریفی خاصه نداره و فهمش ها درباره شعر به همین خاطر هم خیلی گوناگون، حتی در بسیار موارد اختلاف انگیز صورت میگیرد. یعنی که این خودش این از چی دلالت میکنه یا دلیلی چیست؟ این دلیل آن که خود شعر طبیعتا همین گونه گویم چیزی است که مثلا هیچ وقت برای خودش یک تعریفی خاصیت داشته نمیتونه. چرا از اون طرفی انسان از ماورای مثلا اندیشه انسان برمی آید. شما موقعی میدونیم که در اون طرفی ما چی پرواز میکنه، در اون طرفی اندیشه هایی فرض کردیم مدینه چی پرواز میکند،
چی خیال ها از سرش میگذرد ما نمیدونیم. برای همینم شاید از همین سبب هم هست که شعر بر این پدیده ها یک شرحی خاصی خودش را نداره. لیکن به هر حال کوشش هم باید شود که به هر پدیده به هر چیز در همون حدی فهمیشی عمومی گفتم ممکنه یا حدی فهمیشی خاصی هر مثلا اندیشمند باید بهاها داده شود، ملاحظه ها صورت گیرد. خب شعر را معمولا شعرشناسانی گذشته ما شعر را کلامی مخیل گفتند، شعر را کلامی موزون گفتند و باز بسیار نکته های وابسته به این گفتند. من فکر میکنم خب حدی اگر ما حدی بیشتری شعری جوانان امروزی ما را مثلا در قالبی یا در پیرامونی مثلا پیرامونی همین شعر کلامی است موزون اگر جای دهیم یگان خیلی اشتباه نمی شود، برای آنکه واقعا هم این شاعران جوان البته در مرحله اولی کارشان کوشش دارند که احساسات خودشون، اندیشه های در حد حاضرهشان، در حد همین شاگردیشان، جهانشناسانهشان را به قالبی منظوم بیارند در پیرایه های گوناگون، در پیرایه های زیبا. مثلا کوشش دارم چند شعری که حاضر مدینه برای ما قرائت کرد واقعا ما با یک احساسی خاص، با یک احساسی ویژه گوییم، با یک نگاهی خب خاص خودش البته مطلب های شعریش را در چنین پیرایه ها برای ما افاده کرد که واقعا از اینها ما میتونیم یک به خلاصه آییم که خب همین گونه روش ها میتواند که گویندهش را باز در همین جاده انتخاب کردهش، در همین راهی الحال سپردهش باز هم استوارتر، قدمش مستحکم، اندیشهش باز هم نیرومند، خب نگاهش باز هم گسترده تر، خب و بیان شاعرانهش باز هم گیراتر، جذابتر. همین گونه ویژگی در آینده هم باز پیدا کرده باشد. اکنون شعر اصلا چیزی ساده هم نیست، البته شاید به سادگی یا شاید به فهم و فهمشی بیننده امروزی ما هم البته موافق است، لیکن من فکر میکنم که باز طلبات و گویندگی اینها باید در شیوه های مخصوص باید صورت گرفته باشد. یک رسم و روشی چی باز هم جالبتری به میان گذاشته شود تا از اینها طلب کنیم که در همین جاده اشان باز هم عمیق‌تر و ژرف‌تر بروند. خیلی باز نکته‌ای هست که شاید در جریانی با ادامه صحبت باز پیدا شده باشد. تشکر زیاد استاد. حضور شما در محفل ادیبان جوان باعث سرفرازی است و یک فرصت خوب است. اینجا با یک چند سوال با شما مراجعه میکنیم. استاد میگفتید که امروز همان ادبیات رسالتی که پیش داشت امروز اجرا کرده ایستاده است. در هر دور زمان، در هر محیط، در هر فاصله زمانی، در هر فاصله فکر و چه مثلا البته باید شعر ادبیات همون موقعی خودش رو باید چی داشته باشد. البته این مقایسه ها با این مقایسه ها من فکر نمی کنم که به کنهی مثلا به جعوری مثلا ما رسیده میتونیم. اگر ما اگر امروز ادبیات در اون مقامی پیشترش آیا چی ایستاده است به این سوال یا به این پرسشتان اگر جواب داده شیم، حتما ما باید باز مقایسه هایی کنیم که باید شاید باز پدیده های بسیار روبرو میشیم و شاید بعضی نکته ها رو به موردی تنقید هم قرار دهیم. البته مثلا که این چنین است، این است چنین است، لیکن با وجود این حاضر نقدش همین که به فکر من این چیزی که نقد اون است که ما حاضر همین گونه جوانان رو داریم و همین جوانان حاضر کوشش بر آن دارند که در جاده های خودشان خب یک قدم های استوار گذاشته ایستاده باشند و اکنون من فکر میکنم آیا با اون پیشتره موافق است یا نیست، باز این باز
آینده رو انتظار است که ما باز به همین گونه سوالهای شما هم پاسخ داده باشیم. تشکر زیاد. برابر فرصت این رسید که از جانب اعضایان محفل شعر نو برای بینندگان پیشنهاد گردد و صحبت ما ادامه یابد. بگو خورشید را با مه ندیدی، شکوه کوه را در که ندیدی، تو کی دیر آمدی تا من پیاده، جوانی ای مرا در ره ندیدی. بیایید از مدینه قادره و خواهش میکنیم تا یگان غزل برای ما، یگان شعر برای ما بخوانه. مرحبا. با نام تو آغاز کنم حرف و هجا را، انوار رخت سبز کند خامه ما را، از پاکی ایمان تو بشناختم من، بخشندگی و مرحمت و لطف خدا را. ای خالق زیبایی و ای تنتنه عشق، از خانه ما کم نکنی صدق و صفا را. در چشم بلورین تو رخشنده محبت، در قلب تو جا کرده خدا مهر و وفا را. هر صبح خدا دست دعا را بکشایی، من بوسه زنم دست دعا را. ای کاش که با دیدن خورشید ببینم، هر صبح خدا خنده شیرین شما را. نگاه ساز چشمان نازنین مرا، بدیده دور زنی قامت مهین مرا. به من که در همه جا حرف عشق میگویی، فدا شدم راست حرف بهترین تو را. تو خوش زبان چقدر خوب حرف میگویی، تو خوش زبان چقدر خوب حرف میگویی. چه گویم آه چه گویم نگاه تازه بین تو را. تو خوش زبان چقدر خوب حرف میگویی، فدا شدم راست حرف بهترین تو را. کمان ابروی و چشمی مرا نظر داری، چه گویم آه چه گویم نگاه تازه بین تو را. اگر تو روی بیاری به چهرم هر دم، اگر تو روی بیاری به چهرم هر دم، همیشه شاد کنم چهره حزین تو را. حالا میخوایم یک نفر اعضای نوی محفل ما ددبای هستند، اون کس نیز چند سخن دارند. آیدی که از کجا حوضشون پیدا شده به محفل پیوست شدند، اندیششون رو بیان. بنده ددبای و عبادت خان نعیم جانانه، اعضای نوی محفل ادیبان جوان می باشم. می خواستم غزل خود را از فرزانه خوجندی بهر شما پیشکش نمایم. هر سحر با شبنمی خوشبخت صحبت می کنم، بر بهار تازه اظهار محبت می کنم. با یک آدم می کنم قسمت تمام عشق را، بلکه نه با آدم آفق قسمت می کنم. پیری ای دنیا و دردت نیست خیلی کهنه است، من تو را با نوترین دارو طبابت می کنم. راستی سیمرغ می بینم کنون مور ارزارخواره را بسیار عزت می کنم. بلبلا چون تو به انسانهای عصر 21 قصه های باستانی را حکایت می کنم. لطف کن بر زندگی پرفروغ من بیا، دیر باشد هم تو را ای عشق دعوت می کنم. تشکر زیاد. خب در فرجام برنامه میروور در نزد اعضایان محفل چه وظیفه گذاشته میشد برای برنامه بعدی؟ خب من فکر میکنم که همین شرط هایی که ما در برنامه ها میگذاریم البته بسیار نتیجه های خوب دارند و چند نفره که برای ما شعرهاشون از حسابی بیننده های برنامه ما مثلا که میفرستونن ما اونها رو برای مجله ها و برای دیگر جاها پیشنهاد میکنیم. خب فکر میکنم واژه نوبتی، چون خودم جایی گفته بودم که به سبب نیست وطن نسخه جنت گشته است، زخم برداشت خدا وحدتی مردم را دید.
بگذار واژه نوبتیه که جوانان با استفاده از اون دلخواه شعر می نویسند، واژه وحدت باشد. خب استاد با چند جمله فکر خود رو وابسته به برگزاری همین محفل ادیبان جوان و نقش محفل در معرفی ادیبان جوان بشنویم. محفل‌های ادبی در تاریخ همیشه نقش گذار بودند. من فکر میکنم امروز هم همین محفل نقشی خاصی خودش داشته باشد. اما من فکر میکنم سطح و صفت محفل رو باز از این بالاتر باید بود. مثلا که خب خدا کند که عقل این جوانان، فهمیش این جوانان، جهانشناسی این جوانان و همین کار رسیده و ما آینده از این محفل، از چنین محفل ها آینده باز منفعتی بیشتری برداشته باشیم. تشکر زیاد. ما با قهرمان برنامه مدینه کنجیوا در روزگاری من بعد در فعالیت من بعدشون برار می‌خوایم و میگفتید که در آخر چه آرزو دارید؟ شاید برای وطن. من شکرگزار از آن هستم که در فضای آباد و آسوده وطن ما جوانان آزادانه سخن میگوییم، فکر و اندیشه هایمان را بیان میکنیم و راز خود و ناگفته های دل خود را روی کاغذ میاریم. تمنیات من به بینندگان برنامه های همیشگی بر تلویزیون ولایت سوخت این است که همیشه شاد و سعادتمند باشند و تاجیکستان ما همیشه آباد و آسوده باشد. تشکر زیاد. خوب بینندگان عزیز، این برنامه نوبتی محفل ادیبان جوان بود که توسط تلویزیون سوخت منظور شما گرانیدیم. تا برنامه‌های بعدی شاد و موفق بمانید.